ساکن دهه قواق ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین گلدسته نوروا مقصد دارد که به دولت روسیه سفر نموده او آنجا به فعالیت مهنتی مشغول شود. در سمت مهاجرت گلدسته تجربه دارد. پیش از این سفر 6 مرتبه دیگر به آن دولت سفر کرده است. متاسفانه نه همه سالها برای او با قرار بودند. شرایط بیزی بود رفتیم رفتیم در زندگی. هر سالی که می رفتم یکم سال نقص بد نه. سال دیگه‌مش هم اونقدر بد نه. سال سوم که داد خوردیم. وای حالتهای ما در بیزی بغلطید که 3 ماه عذاب کشیدیم. تشنه و تشنه در جنگلا. وای دیگه جو نیفتیم را نیفتیم در تگ پدوالای همون روسو. تگ دامود از 3 سوتکه موندگیم تاو کدگیم. وای هگون کسی هگون ایلوی تری یوردم یا بگه که ما پلد ما 3 ماه آمده کار کده یا 2 ماه آمده کار کده ما نداده. او 3 ماه چی کار کردی شما؟ وای زواد دادیم. وای زواد کارتونی زواد بود. قطع کارکوی هستن تیار میکنن ولی زواد کارتونی بود همونو داد. 2 ماه چند روز 15 روز یا 16 روز. وای کی داد شد ندادن ما سمونه یا جا با عذاب کشیدم. با جای دیگر رفتیم. این سالش خیلی گذراندیم. با سال دیگرش خیلی کمتر مونده. 3 ماه دیگه با کار کردیم کی داد. استثمار مهنت که گلدسته دچار آن گردید یکی از خطرهای مهاجرت مهنتی میباشد. این حالت باعث آن گردید که گلدسته و همکارانش با مشکلات‌های زیاد روبرو آمدند. 35 نفر دیپارتاسیا کردن 18 نفرش و این زدن زواد گویا پراکنده کردن 2 ماه قریب 3 ماهشون ندادن. با هستن بدن بچه‌ها دخترایی بدن و جو نمیافتند داشت میرفتن در جنگل و در واگونو. در بخش مهاجرت در ناحیه واسه مثل گلدسته همه روز 10 نفر مهاجران مهنتی مراجعت میکنند. گلبهورتوی و سردار این بخش است. مشکلات مهاجران مهنتی را خوب درک نموده است. وقتی من با مهاجران مهنتی بسیار صحبت میکنم از صحبت‌های ویو میفهمم که یکی از سبب‌های شامل شوی جوانان و گروه‌های افراطگرا این فریب خوردن جوانان است. فریب خوردن چی؟ به زبان لهجوی ما یعنی کیدت. بچه‌ها وقتی کیدت میشوند مقصد به جای کار میمونند، جای کار نیست دیگه، مبلغ هم ندارند، مفکوره دانششان در سطح خیلی پست قرار داره. بنابر همین سبب ها یک خوجه پیدا میشود که من خودت همین قدر پول میتونم جای خود تامین، جای خورد و خوراک تامین. خیلی چیکار میکنه جوان بی سواد دیگه همون چیزی میگه همرا خوجه خودش وای میکنه و به همون گروه ها شامل میشوه دیگه وای نمیفهمه که کجاش میبره. هیچ کس ما فکر میکنم که یگان نفر به هیچی مبلغ نمیته یگان کس ده. البته یگان چی ای همون کس امید داره یک چی امید داره. بعد چی میشوه؟ بعد میروه گروه افراطگرا در شامل میشوه و بعد چی میشوه؟ بعد میشوه تروریست. چی میشوه؟ دام نشه جلوبو. هیچ ما فکر میکنم یک سبب اساسیش هیچ کس به یک پاداشت یک کس ده پول صرف نمیکنه. همین سبب اساسی کیدت چیدنش هم با همیجا بیسوادی جوانای ما همیجا با بیسوادیش بچه خاطر با خاطری که وقتی که جوانی ما همین مکتب میانه را بود میکنه و میره مهاجرت میخزه مهاجرت میره و در مکتب میانه هم دانشش پست بود. وقتی ما کار میکنم ما باید شرطنامه مهنتی ما طلب کنم اصابینا شرطنامه مهنتی ما طلب کنم که ما چقدر معاش میگیرم و ما معاش میگیرم یا نمیگیرم. همین ما باید طلب کنم که با همین خاطر وقتی که نمیفهمن خیلی بیا بریم کار میکنیم میگه با یک پسردنیک دیگه میوان پسردنیک پولا میگیره ما باوری داریم که پسردنیک پولا میگیرن با همینجا کیدت میشه که بچه به سوادی ما کیدت میشه مهاجر کیدت میشه. با همین خاطر با همین یک سببی همین دور رفتن و دور ماندن و کیدت چیدن با برمیگردیم همین اساس شمیده مفکوره پست جوانای خطرهای مهاجرت اوید این موضوع در شهر کلوب از جانب تشکیلات جمعیتی شهروند طوری که متخصصان مرکز به ما گفتند در سمت خطرهای مهاجرت با اشتراک جوانان کارهای عامه فهمانی گذراندند. در مهاجرت مهنتی کدام خطرها پیش آمدنش ممکن است این را از متخصصان میفهمیم. در ردیف اون مشکلات و تهدیدها و خوف‌هایی که مهاجران مهنتی ما در دیگر کشورهای قبول کننده مهاجران مهنتی روبرو میگشتن یک موضوعی که البته اولین درجه کادر افضلیت و اولیتش با پیش برآمده است. این موضوع شامل شوی جوانان با گروه افراطی تروریستی و رادیکالی میباشد. متاسفانه مهاجران ما درباره این گروه ها درباره آن شخصانی که
همچون امیسرها همچون جلب کننده همچون که زرخرید در بین موجود ملتی کار میبرن معلومات کم دارن. با واسطه زنها حتی جلب نمودن اونها رو برای روی افراطی نیز به چشم میرسند که اوید این مسئله البته اینم بیشتر با واسطه شبکه‌های اجتماعی یعنی از خود هست تو یکی زنکان است و دیگر شناس میشوند و او رو چهل از نفری که تصور کنیم که اینجا رفته است تو حال بغیر از دههای خود چیزی رو نمیدونست ای استفاده بوده زنهای یوف میشوند که اونها رو جلب میکنن و جای کاری مناسب و معاش بلند وعده نموده اونها رو گرفته باعث اون میگه از فدراسیون روسیه خود با واسطه دولت روسیه با سوریه و با دیگر جا میبرند. و این چنین حاضر در روسیه اون جریان هایی هستند که اون برای مثال انصارالله که در روسیه خیلی مسیرهای زیاد دارد و برای جلب جوانان به این حرکت خیلی زیاد تلاش میکنند و هستند گروه های علاهیده که تنها برای دهشت افکنی برای ناآرام ساختن جامعه با هدفهای سیاسی با هدفهای ضد دولتی ضد سیاست دولت میتوانند جوانان را به صف خود جلب کنند. تنها یگانه راه است مهاجر مهنتی با معلومات با اطلاعات باید مجهز باشد یعنی درباره نازکی ها و ویژگی هایی که ما امیسران یا کم شخصان جلب کننده که میتوانند برای هدفهای منفعت خود میتونن جوانان رو جلب کنن و از حساب پول کار میکنن بعضیشون یگان به منفعتی نه دینی نه سیاسی ندارن اونها تنها برای پول کار کردن هست جلب جوانان به این گروه ها با آنها مبلغ‌های معین داده می شود این جوانان تنها باید معلومات داشته باشن پدر مادر حتی بدون سفر به خارجه جوان در تاجیکستان هم میتواند افراطی شود این هم در مثال خیلی زیاد دید. قهرمان دیگری گزارش ما نوربی منصورова می باشد. او با مثل گلدسته خطرهای مهاجرت را پس سر نموده است. وضع دشواری زندگی، کمبودی روزگار آن وقت نوربی 45 ساله را وادار نمود که سال 2016 هم به صفت مهاجر مهنتی توسط میانه روها به عربستان سعودی سفر نماید. ما را گفتن که حج میکنین اول حج میکنین 4 ساعت کار میکنین 2 ساعت استراحت میکنین گفتن بعد مقصد که خیلی گفتن نه که دروغ بودیم 24 ساعت کار میکنی او کار بود میکنی اینم تری خوب تنم تری میگیری جاگای خوب نداری کمنتت میتنه به فایده یا چی فایده ام کمنت دودگی که نه دو کمنت راحت میبینی نه مثال کمنت وقتی میوی که بدروی یک چیز مثال بیراه کنی یک مثال جوباجو کنی یا مدت دروز بکشی سر نه دروغه همش دروغه اینم خیلی چختونکی خوب میگیرن تری کلدا و کلدا. نوربی میگوید که در مهاجرت با او نه همچون انسان بلکه مثل غلام نگاه میکردند چون این مناسبت رو او در وطن ندیده بود. یک روزی کار نموسی در خانه را تری جارو بکشید من دارم تری ندارم پلیسوس دارن سی در خانه را پلیسوس میکنی ای تلاس نیستین چو قتی او پولو را میشکی او دانوی تریزا را میشکی او تقل کوسه اگر این خوزمه که خودمون هیچی همین که جمعش میکنه در درن تقلو نمیتوی میشوی نم تفو تخدو میگیره دستات نتری پوس میکنن دستات پوس میکنن با حجت خونه او را میشوی کافه درنم توپوتولوگ متولوگ همه او را میشوی اوقاتشون میکنی این همی قگوده که میوه میگه که این اوقات مرا نفوری دیگه که ایش هم کدیسته که اوش میوه میگه که با مرا دیگه اوقات که با ایش هم میکنی این خیلی سگده و کار میکنی از زابی که اینمی کاری از ساعت را 20 دقیقه در بک میگه بود نمیکنی اینم دشو خمون میگیره نتری میتل تو ندم من جکش پریم و رنگ نمیبره رنگ خمون مخرکومی و تری نمیکنم دنگلش میکنه میره یا برجامش کم اینمی خموشید گرفت درش داد. با این عذاب و دشواری هایی که نوربی میگوید تاب نآورد و هر کجایی که امکانیت پیدا کرد از وضع احوال خود شکایت کرد. بعد مراجعت نوربی او با وطن برگردانیده شد. ما در یک درس شد که دیگه میگم که اینمی پوگای در اوسنارم تا خود ما به هیجان ما باوری ندارم که ما در وطن آزادی اومدم در ملک آزاد من فرزندان را دیدم دوباره دیدار تا حاضر به هیجان باوریم نمیوید. باوری نداشت که بیای نه پاکیزه امید مکنده بودم. این منزل استقامتی نوربی در محله به نام جامی شهرک هولبوک در ناحیه واسه می باشد. با کمک دولت تشکیلات‌های جمعیتی و شخصان سخاوتمند برای نوربی و اهل اویلش خانه نو می‌سازند. نوربی در وطن شکرانه می‌کند
با وجود آن که کاری مناسب پیدا کرده نتوانست دیگر به خارج کشور مقصدی رفتن را ندارد. گلدسته باشد برعکس نوربی مقصد دارد که به فدراسیای روسیه بازگردد، به صفت مهاجر مهنتی آنجا فعالیتش را ادامه دهد. او نمیداند که این دفعه او را چی انتظار است.